سلام، خیلی خوش اومدین. من پگاهم و این دومین ویدیو یوتیوب منه بعد یه عالمه تأخیر. توی روزای واقعا شلوغیم و خیلی برام سخت بود که یه ویدیوی دیگه بسازم، اما بعد فکر کردم گفتم خب این دوره‌ای که من الان توش هستم دوره مهمیه توی زندگیم، شاید جالب بشه اگه بسازم. و از اونجایی که دوره‌ای هم هستش که احتمالاً خیلی از آدم‌ها در طول زندگیشون باهاش دست به گریبان هستن، چرا که نه؟ از چه دوره‌ای دارم حرف میزنم؟ از دوره طولانی، طاقت فرسا و البته لذت بخش پایان نامه. همونجور که من قبلا گفتم، من رشته انیمیشنم مقطع ارشد و دانشگاه هنر ایران، البته دانشگاه هنر تهران بود قبلا. پایان نامه ما 2 مرحله داره، تئوری و عملی. بخش تئوریش مثل بقیه رشته ها این شکلیه که خب شما یه مسئله طرح میکنی، میگردی توی مقاله های مختلف و بعد حالا طی یک سری تحلیل و بررسی و اینا به جواب خودت میرسی یا نمیرسی و اینا رو شرح میدی، کاملا مثل بقیه رشته ها. یه بخش هم داریم، بخش عملی، که ما توی اون بخش باید فیلم کوتاه انیمیشنی بسازیم که این هم خودش خیلی زمان بره. انگار که ما 2 پایان نامه داریم به جای 1 پایان نامه. حالا من بخوام هر کدوم اینا رو جدا جدا بگم در موردشون. بخش تئوری از اونجایی که من از یک رشته های کاملا غیر مرتبط به سینما و انیمیشن اومدم توی این رشته و خب دور و برم هم کسی نبود که اصلا در مورد سینما یا انیمیشن هیچ اطلاعی داشته باشه، من خیلی جدید بودم توی این دنیا، سال اول و دوم دانشگاه، و اصلا نمیدونستم که توی این دنیای به این بزرگی من کجای این دنیا و کجاهاش خلا وجود داره. و برای پیدا کردن موضوع من خیلی به چالش خورده بودم. میرفتم کتابخونه ملی، میگشتم مثلا ساعت‌ها تو مقاله های مختلف، ولی حتی نمیدونستم که چجوری باید سرچ کنم، کجاها باید سرچ کنم. و خب این روند پیدا کردن موضوع واقعا برام طول کشید. ولی خب یه کاری که ما توی دانشگاه میکردیم این بود که پایان نامه‌های برتر سالهای پیش رو میخوندیم و مهندسی معکوس میکردیم که حالا اینا چجوری روند پایان نامه‌شون رو پیش بردن. و خب همین به من کمک کرد. من توی همون خوندن پایان نامه بچه‌های سالهای بالاتر به یه سری موضوع رسیدم و خب دیگه همونو گرفتم دنبال کردم. ولی در نهایت حالا به موضوعم که رسیدم بد نیست. یکم اوایلش تو سردرگم بودم، یعنی تا حتی موضوعم که پیدا کردم، حالا این که بخوام بگردم دنبال منابع، بخوام ببینم که چه میدونم قبلا آدم‌ها راجبش چه کاری کردن، حتی طریقه سرچ درست اینا هم خیلی بلد نبودم قبل از اینکه موضوع پیدا کنم. و حتی اوایلی که موضوع رو پیدا کردم واقعا برام طاقت فرسا بود، ولی وقتی که انگار افتادم روی غلطک واقعا برام لذت بخش بود. و خیلی این که خوندن مقاله و این که واقعا چه خبر پشت هر انیمیشن، چه داستانیه، فکری که پشت سر اون ایده انیمیشن واقعا برام جذاب بود و نمیدونستم خیلیاشو. و خب خدا رو شکر بهمن سال پیش پروژه تئوریم تموم شد و الان درگیر بخش دوم پایان نامم، یعنی ساختن فیلم. ساختن فیلم هم واقعا چیز جدیدیه واسه اکثر دانشجوهای رشته انیمیشن، به جز عده معدودی که قبل از این که بیان وارد دانشگاه بشن به صورت حرفه‌ای دارن توی بازار کار میکنن و حتی بعضیاشون فیلم ساختن. واسه بیشتر بچه‌های رشته انیمیشن این فیلم پایان نامه در واقع اولین فیلمیه که دارن میسازن، برای همین خیلی واقعا داستان جدیدیه. ما 3 واحد کارگردانی داشتیم در طول تحصیلمون، یعنی در واقع توی 3 ترم 3 کارگردانی داشتیم، کارگردانی 1، کارگردانی 2، کارگردانی 3، که خیلی از بچه‌ها توی یک کدوم از این 3 کلاس ایده پایان نامه‌شون رو دیگه پیدا می‌کردن و اصلا یه سری ایده داشتن، یه عالمه مغزشون همیشه پر از ایده بود. من
نه، برای من خیلی فرق میکرد. من واقعا ایده نداشتم برای فیلم پایان نامم. اون ایده هاییم که برای کلاسای کارگردانی کار میکردم اینجوری بود که اوکی بد نیست، ولی واقعا که بخوام پایان ناممو کار کنم نبود هیچ کدومشون. برای همین من خیلی مغزمو خیلی فشار دادم و سر کارگردانی 3 استادمون یه انیمیشن کوتاه نشون داد که ترکیب فیلم واقعی و استاپ موشن بود. من اون خیلی به دلم نشست، چون تنها چیزی که من میدونستم از زندگی میخوام این بود که فیلمم میخوام که در مورد محیط زیست باشه. میدونستم که من خیلی به مستند هم علاقه دارم. در نتیجه گفتم آها، پس این تکنیکیه که من میخوام، یعنی ترکیب فیلم زنده و انیمیشن. خب پس حالا من میدونستم که میخوام در مورد موضوع محیط زیست کار کنم و تکنیکم هم یه تکنیک ترکیبیه، ولی خب داستان که نداشتم. دوباره مغزه رو پیچوندم، یه ایده افتاد پایین. دیگه من شروع کردم پردازش کردن این ایده و با دوستام صحبت کردن و با استادم مشورت کردن تا اینکه سرجم رسید به یه ایده درست حسابی که من واقعا دوستش داشتم. من گفتم آها، این اون چیزیه که میخوام. ولی واقعا توی روند پیدا کردن ایده هم خیلی یه جاهای ناامید میشدم و اینجوری بودم که وای نه، ذهن من اصلا داستان پرداز نیست، من نمیتونم داستان بسازم. من مثلا ایده های یه خطی میاد به ذهنم، ولی واقعا الان که بهش فکر میکنم اینجوریه که داستان این شکلی نیست که مثلا تو خوابیده باشی بعد یک داستان بیفته پایین. واقعا تو مثلا یه چیز کوچیکو میبینی مثلا توی روزمرت و بعد هی بهش بال و پر میدی. یعنی فکر نمی‌کنم انسانی توی دنیا باشه که یهو داستان براش بیاد توی مغزش. شاید هم بیاد، حداقل برای من اینجوری نیست. وقتی که ایده پیدا شد من دیگه روند پیش تولید رو شروع کردم. پیش تولید یعنی چی؟ یعنی فیلمنامه، استوری بورد، تامنیلا و طراحی کاراکتر و اینجور چیزا که من توی اینا مثل مشورت ها میکردم با دوستام و کاراکترم رو طراحی میکردم، فیلمنامه رو مینوشتم. همه اینا جلو رفت تا رسیدم به مراحل تولید. چیزی که من با گوشت و پوست و خون و استخونم درک کردم اینه که واقعاً فرایند ساخت فیلم یه فرایند زمان بره، خیلی زمان بره، و اینکه ساخت انیمیشن نیاز به تیم داره. من شاید اشتباهی کردم این بود که تا 70% فیلم که جلو اومدم خودم تنهایی شروع کردم کار کردن. تمام بخش انیمیتور، رنگ و فیلم برداری و ایناشو تنهایی داشتم انجام میدادم و اونقدر به صورت جدی از کسی کمک نگرفتم. و الان هست که در این مرحله که دارم به ددلاین ها نزدیک میشم ناگهان فهمیدم که خب تو باید کمک بگیری. میخوام بگم که کمک گرفتن خیلی مهمه، به خاطر اینکه اول اینکه کلا روند ساخت انیمیشن و فیلم یه روند گروهیه، تک نفره نیست، تو نمیتونی یه لشکر تک نفره باشی. دوم اینکه کیفیت کارت میره بالا، تو نمیتونی توی تمام زمینه ها حرفه‌ای و اکسپرت باشی و مثلا انتظار داشته باشی از خودت که انیمیتت بهترین نحو انجام بشه، رنگت بهترین نحو، سایت بهترین نحو، فیلم برداریت، نمیدونم هرچی کامپوزیتت. و خب بالاخره هر آدمی توی یک سری چیزها مهارت بیشتری داره. الان شروع کردم به صورت جدی از این سری دوستام کمک گرفتن. برای ساختن فیلم من باید سفر میکردم به شمال، چون که داستان فیلم من توی جنگل‌های هیرکانی اتفاق میفته. ما سفر کردیم به شمال تا فیلم برداری بک‌گراند کارمو بگیریم. که درخت بلند موضوع رو می‌بینید، این برگش بلوطه. خب ایناش بچه ها کله نصرت له شده رو پیدا کردن.
بلوط بلند مازون. پس این جنگلیه که من میخوام. بریم. اومدیم که فیلم بگیریم برای پایان نامه. الان نزدیک مرداب حسری تو جنگلای هیرکانی و اینکه دیگه من کارم رو انتخاب کردم که ترکیب فیلم زنده و انیمیشن 2 بعدی باشه. چیزی که تو دانشگاه هنر به ما یاد میدن، یعنی نحوه انیمیت که یاد میدن انیمیت 2 بعدیه و یه واحد هم البته استاپ موشن داریم، ولی ما انیمیت 3 بعدی یاد نمیگیریم توی دانشگاه و برای همین من علیرغم میلم که واقعا ترجیح میدادم که کارم 3 بعدی باشه، چون خب خیلی راحت تره واقعا کار 3 بعدی از 2 بعدی، ولی از اونجایی که برام جدید بود و تجربه‌ای نداشتم توش، تصمیم گرفتم همون 2 بعدی که خب توی دانشگاه کار کرده بودیم و فعلا برای کارم پیش ببرم. ولی یه اشتباه بزرگ کردم و اون انتخاب نرم افزار بود. میخوام بگم که واقعا سعی کنین اگه نرم افزاری رو قبلا باهاش کار کردین، پایان نامه رو هم با همون پیش ببرین و یهو نین برای پایان نامه به یه نرم افزار دیگه موو کنین، چون واقعا نمیدونین جزئیات اون چیه. اشتباهی که من کردم این بود که الان دارم کارم رو توی نرم افزار کلیپ استودیو پیش میبرم، کلیپ استودیو پینت، که واقعا نرم افزار داغون و بدیه، حداقل برای انیمیت، و انگار اصلا مناسب انیمیت نیست. یک سری چیزای بدیهی مثل کپی پیست کردن، مثل داپلیکیت کردن لایه ها، اینا واقعا توش یه جور عجیب غریبی انجام میشه و هیچ منطق خاصی نداره و تو برای یه کار ساده کولی باید سرچ کنی که الان من چجوری اینو از اینجا کپی کنم بذارم اینجا. نرم افزاری که ما کار میکردیم توی دوران دانشگاه تیوی پینت بود. تیوی پینت هم نمیگم نرم افزار خیلی خارق العاده‌ای بود، ولی حداقل یک منطقی داشت. چرا من کلیپ استودیو رو انتخاب کردم؟ گول ظاهر رو خوردم. من میخواستم با یه سری براش های خاص کار کنم. تیوی پینت براشاش محدوده، ولی کلیپ استودیو براش های متنوع تری داره. برای هم من به خاطر ظاهر رفتم توی کلیپ استودیو، ولی وقتی افتادم توی کار کاملا فهمیدم که باطن خیلی مهمتر از ظاهره. از تجربیات دیگه من در این مدت اینه که نظم خیلی مهمه. یه کار حرفه‌ای واقعا نیاز به نظم داره، نیاز به این داره که تو تک تک لایه‌هات نامگذاری درست باشه، تو بدونی قدم بعدیت دقیقاً چیه. خب اینا یه چیزایی که توی کار هم آدم با تجربه میفهمه، ولی خب اگه از همون اول کاملا جدی بگیری باعث میشه که یه سری دوباره کاری ها واقعا پیش نیاد. من خودم یه وقتایی میفهمم که دوچار کمالگرایی هستم و شاید اگه این کمالگرایی نبود زودتر کار تموم شده بود. دارم تلاش میکنم که تعدیلش کنم، دارم تلاش میکنم که یه سری جایی که واقعا راه داره برم جلو و حالا اون نسخه ایدئالی که توی ذهنم رو فعلا بذارم کنار، ولی بازم در نهایت امیدوارم که اون اتفاق آخره، اون نتیجه کاره جوری باشه که بگم واقعا ارزشش رو داشت این ماهایی که نشستم. و هر موقع که اون فیلم رو نگاه کنم و بقیه ببینن بفهمن که چه زحمتی پشتش بوده و واقعا آسون ساخته نشده. تک تک دقیقه هاش و ثانیه هاش زمانهایی که روش گذاشته شده که اصلا شاید از دور به چشم نیاد. یه چیز دیگه هم که توی این مدت واقعا برام قشنگ و ارزشمند بود، کمک ها و حمایت هایی بود که از طرف خانواده و دوستان میگرفتم. من توی این مدت یه سری مهربونی ها از یک سری دوستان ندیده و دیده دیدم و خانواده که واقعا دلم گرم میشد و فکر میکردم که تنها نیست. دیگه فکر کنم گفتنی ها رو گفتم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که براتون مفید باشه. اگه رشته انیمیشن دارید میخونین یا
میخوایم بخونین. اگه سوالی داشتین در مورد روند پایان نامه یا تجربه های خودتون خوشحال میشم بشنوم و اینکه مراقب خودتون باشین و خداحافظ.